همین داستان دیگر هم بگیم. موشک میگه دویده آمد پیش مرغ صاحب خانه تلک آورده. قرد با من چی؟ بگیم چه؟ تلک به تو آورده. رفت پیش گوسفند جان رفیق جان صاحب خانه تلک آورده. با من چی؟ با که یا با تو آورده ما خود تلک بر نمیانم. از یام نامه چه دو جام یک گاوی خوب پیش گاو رفت. گاو جان چی میشه؟ چی میگی؟ رفیقت هستم تلک آورده. خیلی چی برو بر تو آورده. خود نگاه کن خود صحیح موشک بیچاره ناامید شد. رفت اونجا یک سیل داشت. مار تیر میشد دم مار تلک گرفته بود. خانم صاحب خانه رفت کلب بندازه به حیوانات مار نیش زد. مار که نیش زد حالا چی کنیم؟ حالا گفت تیرم نیش زده حالا برش چی کنیم؟ مرغ سوپ کنین زهر. مرغ حلال کرد سوپ جور کرد خورد. مریضا مردما مریض پرسی میاد چی کنیم؟ حالا گوسفند بکش مریض. بعد از مریض پرسی گوسفندم کشت. زنم جور نشد مرد. حالا گوا خیرات کنیم. و موشک از غار سعی میکرد و